سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدین. اسفندیاری هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز در خدمت شما عزیزان هستم با 5 عبارت پرکاربرد و رایج در مکالمات محاوره‌ای و روزمره زبان انگلیسی. آماده این؟ Let's go! بزن بریم. عبارت اول. How's it going? How's it going? حالت محاوره‌ای پرسیدن اینه که اوضاع چطوره؟ خوبی؟ How's it going? Not bad. Thank you. How about you? عبارت دوم. What's up? What's up هم در واقع محاوره‌ای بین دوستان هستش. به معنی چه خبر؟ چه کار میکنی؟ What's up? Nothing. Just working. کار خاصی نمیکنم. دارم کار میکنم فقط. عبارت سوم. I'm just chilling. I'm just chilling. یعنی دارم ریلکس میکنم. کار خاصی انجام نمیدم. For example, what are you doing this weekend? این آخر هفته قرار چیکار کنی؟ Not much or nothing. I'm just chilling at home. قرار توی خونه استراحت کنم. کار خاصی قرار نیست انجام بدم. اوکی؟ عبارت چهارم. That sounds great. That sounds great. یعنی چه ایده خوب و باحالی به نظر میرسه. چه زمانی استفاده میکنید؟ این موقعیت رو در نظر بگیرید که اطرافیانتون یه پیشنهادی به شما میکنن، یه تعارفی میزنن، مورد پسند شما در واقع میشه و شما خوشتون میاد. اونجاست که شما میگین That sounds great. For example, let's go to the movies. That sounds great. چه خوب و عالی به نظر میرسه. بزن بریم سینما. و عبارت پنجم و آخر ما. Let me think about it. Let me think about it. چه زمانی استفاده میکنیم؟ همین موقعیت رو در نظر بگیرین که به شما پیشنهاد میشه که بیا بریم سینما. خب شما اون لحظه خیلی مطمئن نیستین که چه تصمیمی میخواین بگیرین، شرایط به چه صورت هستش. اونجا میگین let me think about it. بذار یه خورده راجبش فکر کنم. I'm not sure yet. هنوز خیلی راجبش مطمئن نیستم. خب حالا نوبت شماست. شما به من بگین که از کدوم از این عبارات بیشتر خوشتون اومده. اون عبارت رو برای من کامنت لطفاً من رو حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی در خدمت شما عزیزان باشه.